خب اینجا میخوایم بریم سراغ حل یک معادله توانی که در واقع 3 تا مجهول داره. 3 به توان x به اضافه 3 به توان y به اضافه 3 به توان z مساوی با 837. در واقع این کاری که اینجا انجام میدیم اینه که اول از یک 3 به توان z فاکتور میگیریم. پس داریم 3 به توان x منهای z به اضافه 3 به توان y منهای z به اضافه 1 مساوی با 837. اگر 837 رو تجزیه کنیم داریم 3 به توان 3 ضرب در 31. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که 3 به توان z باید برابر با 3 به توان 3 باشه و 3 به توان x منهای z به اضافه 3 به توان y منهای z به اضافه 1 برابر با 31 باشه. از اینجا در واقع داریم z مساوی با 3. خب این z مساوی 3 رو در واقع در این معادله پایین قرار میدیم و به دست میاریم 3 به توان x منهای 3 به اضافه 3 به توان y منهای 3 مساوی با 1 هم به طرف دیگه تساوی میبریم، منها میکنیم و 30 رو به دست میاریم. اینجا دوباره در واقع از فاکتورگیری استفاده میکنیم. از 3 به توان y منهای 3 فاکتور میگیریم. پس داریم 3 به توان x منهای 3 منهای y منهای 3 به اضافه 1 مساوی با 30. خب پس نتیجه میگیریم 3 به توان y منهای 3. اینجا x منهای 3 منهای این رو من اگه ساده کنم x منهای 3 منهای y به اضافه 3 به اضافه 3 با منفی 3 حذف میشه و فقط یک x منهای y باقی میمونه به اضافه 1 مساوی با 30 رو می نویسم به فرم 3 ضرب در 10. پس از اینجا نتیجه میگیریم که دوباره 2 تا نتیجه میتونیم بگیریم که 3 به توان y منهای 3 مساوی با 3 و در واقع 3 به توان x منهای y به اضافه 1 مساوی با 10. خب پس در واقع از قسمت اول نتیجه میگیریم که y منهای 3 مساوی با 1. پس y مساوی میشه با 4. و از قسمت دوم 3 به توان x منهای y هم قرار میدم 4 مساوی با 1 هم میبرم طرف دیگه تساوی که مساوی میشه با 9. 9 هم که میشه 3 به توان 2. پس از اینجا نتیجه میگیریم x منهای 4 مساوی میشه با 2. یعنی در واقع داریم x مساوی میشه با 6. پس در واقع به دست آوردیم z مساوی با 3 x مساوی با 6 و y مساوی با 4.